یکی آمد پیش مجنون، ازش سوال کرد که چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ گفت چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ گفت چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ بعد گفت نمیفهمی چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ هر چی اون میگفت چی؟ آخر نهایتا اون گفت چه کاری تو؟ ببینید اسم اصلی مجنون قیس بود، اما از فرط محبت لیلی به اینجا رسید. عشق مولا کی کم از لیلا بود. واللهی که بر یک نطفه صورتگری کرده، لیلایی خلق کرده. صورتگری او بوده که این را آفریده و یکی مجنون او شده. مجنون اسم مستعار او بود، لقب بود، اسمش قیس بود، از فرط محبت لیلی. و آخر یکی کتککاریش کرد. بعد گفت چرا عاشق لیلی هست؟ چون لیلی خورده سیاه چرده هم بود. از این زیباترها زیادن. گفت چی؟ آخر یه عاشق دیگه اونجا بود. گفت ببین این وقتی میشنوه لیلی بقیهشو نمیشنوه، و اگر جواب تو رو بده دیگه تو نمیگی لیلی، بنابراین میخواد لیلی بشنوه، بقیه رو نمیخواد بشنوه. عشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلا میکنم. گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. در اسرائیلیات آمده احادیثی که از امتهای گذشته برای ما آمده و ما نمیتونیم بر صحت و سقم اینها کاملا صحه بگذاریم، نمیتونیم کاملا رد کنیم، اما آمده که یک زمانی فرشته های ملای اعلی گفتن الله چرا ابراهیم رو به مقام خلت رسوندی؟ چرا او رو خلیل کردی؟ الله تعالی به این ملائکه گفت برو به هیئت و شکل یک انسان و بگو الله، ببین ابراهیم من چه میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام چند تا گوسفندایی داشت. اون رفت تو یک محلی که دیده نمیشد، یه خورده پایین تر بود. گفت الله، ابراهیم به وجد نام رب من بالای من کی بود؟ اسم الله گفت. دوان گله رو فراموش کرده، دیوانوار به سمت صدا دیدی که اونجا نشست. گفت چه گفتی؟ گفتم الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چه میدی اگر یک بار دیگه بگم؟ مجانی نمیگم. گفت چی میخوای؟ تو بپسند. گفت یکی از این چاقترین و بهترین گوسفندات میخوام. گفت مال تو بگو. اون گفت الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چی میدی این دفعه؟ گفت هر چه تو بگی. گفت کل گوسفنداتو میخوام. گفت کل گوسفندا از تو بگو الله. باز اون به هیئت و شکل یک انسان بود ملائکه، اون باز گفت الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چه میدی اگر یک بار دیگه بگم؟ گفت هر چه بخوای. گفت چیزی نداری. گفت ابراهیم و همه نسل اولاد او غلام تو میشه. یک بار دیگه بگو. اون ملائکه گفت به تو تبریک میگم، تو آسمان و ملای اعلی فقط این شور و ولوله بود که چرا تو خلیل بشی، تو که برای نام الله اینقدر عشق بازی میکنی و همه هستی و زندگی رو فدا میکنی، واقعا تو لایقی که خلیل الله باشی.